مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 29 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 22 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل وکتر علیبویف عبدالله سال تولدش 1959 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در روی ماشینگرد پنجکند عینی در حدود دهه نور زنده از روده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است و به کنار راست را برآمده به автомашین تمغه اوپل استر تحت اداره راننده عبدالخیرов سمی سال تولدش 1963 ساکن همین شهر برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استر عبدالخیرов جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر این ماشین جلیل و رفاعت سال تولدش 1970 و عبدالخیرزاده مفزونه سال تولدش 1992 ساکن شهر پنجکند جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.